آزمایش گرمای ذوب یخ رو میخوایم انجام بدیم. گرماسنج، آب با دمای اتاق، یخ ها تقریبا دماشون صفره. دماسنج ما میایم چیکار میکنیم؟ اول 150 یا 100 cc آب توسط بشه و استوانه مدرج دقیق اندازه گیری میکنیم و میریزیم داخل گرماسنج. با دید مستقیم که نگاه میکنیم باید قسمت تقعر آب اینجا روی عدد 100 باشه که اینو میریزم توی گرماسنج. درپوش رو میبندیم. خب آب تبادل گرمایی بین اجزای مختلف کالریمتر رو ایجاد میکنه و ما میتونیم دمای تتای 1 رو الان بخونیم قبل از انداختن یخ. الان با دید مستقیم چیزی که من دارم نگاه میکنم نزدیک به 25، یه ریزه کوچیک از 25 بیشتره، چون ما مجاز نیستیم درجه بندی وسیله اندازه‌گیری رو تغییر بدیم، پس اینو همون 25 میکنم. درست شد؟ یه قالب از این یخ‌ها رو من خشک میکنم و میندازم داخل چی؟ داخل گرماسنج. و تتای اولیه، دمای اولیه شد چقدر؟ شد 25. اگر از اینجا اجازه بده که یخ رو می‌ریزیم داخل، اگر اجازه نداد چرا میشه؟ خب یخ اینجا هست. درپوش گرماسنج گفتم شفاف گرفتن به خاطر تقریبا همین آزمایش که ما از اینجا نگاه میکنیم. خب یخ کاملا آب شده باشه. اینجا یکی دو تا ایراد اشکال هست. اگه ما هم بزنیم، درست شد؟ هم بزنیم، حالا این همزنش هم گیر کردیم، بعد هم بزنیم یا به این صورت هم بزنیم. بعضیا میگن خب عمل هم زدن یه عمل گرمادهنده است و نباید این کار رو بکنیم. از طرفی کالریمترهای ما اون جلسه هم بهتون گفتم اینا 100% ایزوله نیستن، یعنی تبادل گرمایی دارن. پس هرچی این یخ بیشتر اون تو بمونه، یعنی دیرتر ذوب بشه، باز امکانی که گرما از بیرون بگیره هست. حالا طی تجربه‌ای که ما داریم چیکار میکنیم؟ خیلی آروم هم میزنیم گرماسنج رو. وقتی یخ کاملا ذوب شد، اگه نتونستیم ببینیم از اینجا که یخ ذوب شده یا نه، حواسمون به دماسنج باشه. دماسنج پایین‌ترین دمایی که اومد و دوباره خواست برگرده بالا، اون دما میشه دمای تعادل که با تتای تی نشونش داریم. درست شد؟ از تتای 1 رو ما داریم، تتای تی رو هم داریم. یه چیزی رو که من یادم رفت انجام بدم این بود که من قبل از انداختن یخ باید جرم گرماسنج رو میگرفتم. نگرفتم. ایرادی نداره. هیچ ایرادی نداره. جرم گرماسنج رو، آب داخلش رو، یخ رو من آخر سر میگیرم. درست شد؟ این میشه جرم کل گرماسنج. بعد میام جرم کالریمتر خالی رو با درپوشش رو با یه 100 گرم آب به عنوان جرم اولیه در نظر میگیرم. این دوتا رو کم میکنم، جرم یخ به دست میاد. میشد اون اول جرم کالریمتر گرماسنج رو بگیریم که من یادم رفت. ایرادی نداره، آخر سرم میشه این کار کرد. خیلی وقتا بچه‌ها یادشون میره، من میگم اینطوری انجام بدید. امروز ما اومدیم جلوی دوربین، اینطوری شد. هیچ ایرادی نداره. هیچ ایرادی نداره. پس صبر میکنیم تا این کاملا چی بشه؟ ذوب بشه. وقتی ذوب شد دما رو میخونیم، بعدم جرم ها رو اندازه میگیریم و میتونیم به راحتی گرمای نهان ذوب یخ رو چیکار کنیم؟ به دست بیاریم.